به نام خدای بخشنده مهربان، خانم ها و آقایان سلام. خیلی خیلی خوش آمدید به این نشست. امروز 26 اردیبهشت 1403 در نمایشگاه بین المللی کتاب با موضوع مستندنگاری ورزشی نشستی رو داریم با معرفی 3 کتاب: تو خداداد عزیزی هستی، دست نیافتنی و رازهای دوبلین. ژانر کتاب‌های ورزشی نوپا هست در نوع خودش و نشر گلگشت قدم خیلی بزرگی برداشته. سپاسگزارم از دوستان خوبم برای تحریزی این دوره همی، به ویژه آقای ایلنت که با پیگیری خیلی زیاد باعث شدن که این افتخار رو داشته باشم من امسال هم اضافه بشم. من احسان محمدی هستم و الان در فدراسیون فوتبال به عنوان معاون فرهنگی شناخته میشم و در خدمت جناب آقای سفری هستیم، هم ناشر، هم علاقه‌مند به فوتبال و هم نویسنده خیلی خوب. به نظرم به روال برنامه ها با دوستان و حضار گرامی سلام علیک کنیم، بعد میرسیم به خدمتتون. در خدمتتون. سلام خدمت همه، خیلی ممنون از دعوتتون. چون وقتم کوتاهه دیگه من پرچونگی نمی‌کنم، در خدمتتون هستم. متشکرم. من یکی از کتابایی که خیلی به شخصه تحت تاثیر قرارم داده کتاب دست نیافتنی. کتاب دست نیافتنی زندگی نامه در واقع علیرضا حیدری هست، کشتیگیری که یکی از شمایل‌های کشتی در تاریخ این ورزش است، قهرمان جهان، قهرمان المپیک و ورزشکاری که خیلی زندگی پرفراز و فرودی داره. راستش رو بخوای تو این فضای اجتماعی که الان هستیم، خب جوان‌ها سرخورده میشن، شکست میخورن، ناامید میشن. یکی چیزایی که تو این کتاب خیلی یادم مونده، داشتم با دوستانم صحبت میکردم، این که قهرمانی مثل علیرضا حیدری تو یک برهه میره برای خودش قبر میخره، تصمیم به خودکشی میگیره و به یک افسردگی مطلق میرسه. چجور شما یک ستاره‌ای رو در شمایل حیدری رو متقاعد میکنید تو یک روند نوشتن کتاب که اینقدر خود افشاگری کنه؟ ما روز اول که سراغ آقای حیدری رفتیم، رئیس فدراسیون پیشکسوتان یا زورخانه‌ای بود، یعنی همچین چیزی بود، تمام خانه کشی رفتیم پیشش. صحبتی که باهاش کردیم بلافاصله پذیرفت و خیلی خوشش اومد و استقبال کرد، حالا نسبت به شرایطی که داشت. 1 سال بعد که حالا ما باهاش رفیق شدیم و ساعت‌ها گفتگو کردیم و سفر رفتیم، حتی اون معدنی که داره و اینا، گفت اون روزی که شما اومدید من خیلی دپرس بودم، زیر فشار بدهی بودم، به خاطر بدهی سنگین بودم و روزی 3 تا زانوکس می‌خوردم که سر پا وایسم با این همه حجم استرس و کار. حالا علیرضا حیدری که تو المپیک روی سکو رفته، تو جهانی طلا گرفته و دیگه اصلا من از بیرون که نگاه میکنم میگه اگه شما اونجا دیگه رفته باشی استرس رد کردی دیگه نباید استرس داشته باشی تو زندگیت، ولی اینجوری نیست، زندگی ظاهرا همیشه سخته. و گفت این بازگویی که من میکردم به شما، صبح تا شب با هم صحبت میکردیم، ما با هم میرفتیم معدنش بعد از کاشانه، شهر بادرود. صبح 6 صبح میومد دنبالمون، 12 شب میذاشتم در خونه. این سیکلومتری میکردیم، 5-6 جلسه این اتفاق افتاد. گفت برای من مثل تراپی بود، بازگشت به کودکی، صحبت در مورد مادرش، صحبت در مورد نوجوانیش، جوانیش، محرومیتاش، سختیهاش. و تازه وقتی کشتیگیری میشه میاد تیم ملی، مشکلاتش چند برابر میشه، مسئولیتاش بیشتر میشه. خودش این نقل قول از خودشه، میگه شعور لازمو نداشتم، سواد لازمو نداشتم، بعد همه اینا رو سطحش میبردم بالا. و این همکاری که با ما کرد و خودسانسوریش در حد 0 بود، فقط چند تا نکته بود که اظهار نظری کرده بود در مورد بعضی از حالا همکاراش و اینا، گفتم اونا رو حذف کنیم که مشکلی پیش نیاد. من بعد از آقای حیدری با چند تا ورزشکار دیگه صحبت کردم و این حتی هیچ کدوم کشتیگیر نبودم و این رو در هیچ کدومشون ندیدم. جسارت از کودکی تو این آدم بوده و حتی توی دیگه میانسالی و دوری از کشتی و اینا همچنان اون جسارت رو داشتش که بیاد اینا رو بیان بکنه. و یکی از دلایلی که کتاب خیلی خوب از آب در اومد و تمام خواننده‌هاش تقریبا من ناراضی ندیدم، تمام خواننده‌هاش راضی‌ان، همکاری خود آقای حیدری بود. من این کتاب خیلی توصیه کردم، حتی کسی که علاقه ای ندارن به کشتی و ازشون خواستم مثلا توی گوگل جستجو کنن علیرضا حیدری رو،
هم شمایلش رو ببینن، هم اون کشتی‌های مشهورش با کورتانیدزه رو نگاه کنن. وقتی نگاه میکنید به مسیری که حیدری اومد، حداقل وقتی که رسانه‌ای شد 1996 کراسنویارسک اولین تلاش رو گرفت، خاطرم از فنی ترین کشتیگیر شد و به یه نماد تبدیل شد، نماد نسل جدیدی که داشت خودش رو تحمیل میکرد به کشتی. چیزی که برام جالب بود تو این کتاب، حالا چون هم شاید کرج زندگی کردم، تمام لوکیشن ها، این که حالا بعضی از اشاره ها رو میکنم برای اینکه شاید دوستانی ترغیب شن کتاب بخونن. این که میگه من خب توی خانواده‌ای بزرگ شدم که پول نداشتم دو بنده بخرم، میرفتم آنتن روی پشت بوم‌های همسایه ها رو کش میرفتم و میفروختم. این درجه از بگم اعتماد به نفس یا شجاعت و جسارت برای آدمی که برگرده به گذشته خودش خیلی برام قابل تحسین بود و یک کتابی هست که میتونه آدمایی که حتی به کشتی هم علاقه ندارن ولی به زندگی علاقه دارند رو برگردونه به خط، چون توی کتاب پر از این نکته ها هست. و چون این روزا مثلا خب همه در مورد رسول خادم صحبت میکنن، یه جهان پهلوان ارزشمند، توی کتاب یه اشاره هم داره و اینکه اعتراف میکنه اشتباه میکرده نسبت به رسول خادم. خاطرت هست اونو؟ نه راستش من پس بیشتر از شما کتابو خوندم. توی کتاب میگه که من چون توی خانواده‌ای بزرگ شده بودم که شرایط اقتصادی ضعیفی داشتم و توی کمپ تیم ملی میدیدم که محمد خادم پدر امیررضا و رسول کنارشون بود، احساس میکردم اونا مثلا بچهای نازپرورده این و من یه لجبازی داشتم با رسول خادم و خیلی اذیتش میکردم، پرخاش میکردم یا حالا رفتارهای مختلف. خیلی اینا رو اعتراف میکنه و میگه الان که نگاه میکنم اگر اون زمان دوستی بیشتری با رسول داشتم هم به سود اون بود هم به سود من و من اشتباه کردم. این جور اعترافا پره توی کتاب و خیلی برام ارزشمنده، چون معمولا ورزشکارها، تجربه شخصی خودم رو بگم، دوست دارن از وقتی که روی سکو هستن زندگیشون دیده و تعریف بشه، کمتر در مورد گذشته پرخاطرشون. موفقی توی کشور ما فکر میکنم هر آدم موفقی اینو داشته باشه، اکثرشون، حالا هر آدمی که نمیشه گفت. دلیلش هم خیلی من فکر کردم در موردش، چرا ما علاقه ای نداریم اینو بروز بدیم. الان شما علیرضا حیدری رو مثال زدین، زلاتان ابراهیموویچ کتاب نوشته که پرفروش‌ترین کتاب ماست. آیم زلاتان، من زلاتان هستم و اونجا به تمام دزد بوده کاملا، ولی بچه بوده میرفته فروشگاه رو خالی میکرده، تو کاپشن جا میزده و میگه دوچرخه‌مو دزدیدن و از اون به بعد دوچرخه‌ای که خیلی عاشقش بودم و دزدیدن، نفهمیدم کی دزدید. دیگه از اون بعد به خودم حق دادم که دوچرخه همه رو بدزدم، تا دوچرخه پستی، دوچرخه پلیس رو حتی میدزده، وقتی میرسه خونه میفهمه دوچرخه پلیس رو دزدیده. یک فرهنگی دارن اروپایی ها، غربی ها و توی دینشون، حالا اونایی که چیز دارن، فرهنگ اعترافه. میان توی اتاقی میشینن، بله، به گناهان پیش کشیشی میشینن، به گناهانشون اعتراف میکنن. ما فرهنگمون اندرونیه، یعنی 3 تا در میزنیم تا بره 3 تا خونه هامون در گذشته 3 تا در داشته، در حیات اول، در حیات دوم، در خونه اصلی، که فقط برسیم به اون محیط خصوصی خودمون. یک مقداری ما کلا از نظر فرهنگی به اعتراف مقاومت داریم در مقابل اعتراف به اشتباهات و حتی به کم و کاستی‌هایی که داشتیم که قطعا اشتباهه. یعنی ارزش مثلا علیرضا حیدری امروز به عنوان یه صنعتگر موفق، چون معدن‌دار سال هم شد چند سال پیش، به عنوان یک المپیان، به عنوان تا چند سال پیش هم که یه پرمدال ترین کشتیگیر ما بود، ارزش اون به اون مسیری که طی کرده، به دزدیدن آنتناس، به دزدیدن کفشای در مسجده که کرایه‌ش رو جور بکنه تا بره از کرج بیاد تهران بره باشگاه کشتی و اینها ارزشمندش میکنه. و ورزش حرفه‌ای سخته. من همیشه میگم ورزش حرفه‌ای علاوه بر استعداد فیزیک بدنی، تمرینات و طاقت فرسا، یک فاکتور مثبت میخواد که این یک فاکتور اصلی میخواد که این یک فاکتور تو 2 شاخه تقسیم میشه: پوست کلفت. دقیقاً. و این پوست کلفت هم جسمی هم روحی و اون شرایط زندگی پوست اینها رو انقدر کلفت میکنه که بتونن تو اون سختی ها چیزو کنن. توی کتاب علیرضا حیدری اعتراف میکنه که میگه من سالها قبل از مسابقات گلوم ورم میکرد، 2 شب 3 شب قبل از مسابقه و هیچی نمیخوردم
2 روز قبل، 1 روز 24 ساعت 48 ساعت قبل مسابقات من برام بوتوشک نمیتونستم چیزی بخوام از شدت استرس. بر اونها غلبه میکنه و به موفقیت میرسه. همین کورتانیزا رو هم در نهایت شکست میده. اینها چیزهای جذاب برای خواننده، چه خواننده علاقه‌مند به ورزش، که جوونی که آرزوی دوبنده پوشیدن تیم ملی رو داره، چه جوونی که آرزوی پوشیدن پیراهن تیم ملی رو داره، چه ماها آدمای عادی که میخوام یک زندگی رو بخونیم و ازش استفاده کنیم. همه زیباییش تو این تضاداست، تو این شکست‌هاست، تو این نداشتن هاست که رسیده به داشتن. حالا حیدری جالبه که حتی بعد از کشتیش رو هم بحران اصلیش بعد از کشتی اتفاق میفته، ورشکستگی مالی، بحران‌های روحی، چکای برگشتی. این اطرافه برای خود ما انسانی‌تر و جذاب‌تر به نظر من و امیدوارم این مقاومت یه روزی بشکنه. چون تعداد خانم ها معمولا در محیط های علمی پژوهشی بیشتره، بذار یه سوال بپرسم. شاید کشتی ورزش مردانه ایه و علیرضا حیدری به غیر از مادرش اشاره‌ای که میکنه و پدرش خب که دست کودکی در واقع ندیده و دست داده، عنصر زن تو این کتاب مفقوده. شما خودتون نیاوردید یا اصلا روایته به سمتی رفته که نباشد؟ درسته. این بر عهده راویه. الان من مثلا کتاب منزلتان هستم به ذهنم میرسه، خواهرش دو تا خواهرش تو به عنوان زن در زندگیش هستن، همسرش که از سالها پیش با همون خانم زندگی و مادرش. مثلا تو کتاب رویکین اثری از زن به اون صورت نمیبینید. خودش تشخیص داده که این وارد این مبحث نشه، وارد خانواده نشه. توی کتاب زیدان که امسال ترجمه کردم تو نمایشگاه، که البته خودنگاش نیست ولی یه نویسنده خیلی زبردست، یه چیزی تو مجازی نوشتم قلمش به زیبایی دیروزهای زیدان و دوست صمیمیش هم هست. اونجا خب خیلی به همسر و مادر زیدان پرداختم، مخصوصا به همسرش. اسم همسرش ورونیکه و اونجا میگه من مطمئنم که اگه ورونیک نبود زیدانی هم نبود. اسم خواهرش هم لیلاست. زیدان کل خانوادهشون اسمای عربی، فرید و حمید و حمید و زینالدین و لیلا و بعد خب آقای حیدری هم فقط به چیزش اشاره کرد، اشاره مادرش اشاره میکنه و هر مردی تو زندگیش یکی دو تا زن مهم داره، مثل که آقای حیدری هم یه دونه نداشته. اگر بخواید 3 تا دلیل بیارید که خواننده‌ای که خیلی هم آشنا نیستن با کشتی دست نیافتنی رو بخرن، بخونن یا توصیه کنن، چه دلایلی رو میگی؟ 3 تا. 1 2 3. اولا که کتاب رمانه که از قضا شخصیت اصلیش یه کشتیگیره و اصلا روایتش منظور من روایت داستانیه، روایت رمانیه. به قول آقای قزلی اون حرف قشنگ گفت این کتاب اصلا کشتی نیست، کتاب داستان زندگیه. این دلیل دوم. و دلیل سوم هم این که به نظرم آدم وقتی کتابو تموم میکنه حال بهتری داره از وقتی شروع میکنه. و وقتی زندگی یه آدمی مثل آقای حیدری رو میخونید و ما بودیم تو ورزش، شما هستی تو ورزش، خیلی سخته ورزش حرفه‌ای، خیلی سخت. یعنی از نظر بدنی و روحی شما انگار دائما تو این دستگاه پرس زباله و اینا واقعا نمیتونه، خیلی سخته. و آدمی که کتاب میخونه عبارتی که به کار میبرم اینه که مشکلاتش کوچیک میشه. یعنی مثلا میگه کنکور مگه مسئله است؟ حقوق پایین مگه مسئله است؟ خب میرن بیشتر کار میکنن. مثلا یه شکست تو رابطه عشقی مگه مشکل تو زندگیه؟ و همین به نظرم خوندن این کتابا بزرگترین کمکی میکنه به جوونا و حتی به خود ما بکنه که مشکلاتمون رو کوچیک میکنه. بسیار عالی. من حالا اگه بخوام به کسی که کتاب رو توصیه کنم بهش میگم که کتاب درسته که در مورد یک اسطوره هست، یک قهرمان بزرگه، ولی خیلی انسانیه و نشون میده که زور رنج خیلی زیاده، از هر انسان بیشتره، از هر انسانی بیشتره. و به خود ما هم به عنوان خواننده، به عنوان کسی که یک روایتی رو دنبال میکنیم، حق میده که بعضی اوقات اندوهگین باشیم، برای غممون سوگواری کنیم، ولی حق نمیده که همیشه سوگوار بمونیم. کتاب میده که افسرده باشیم و دقیقاً بمونیم. کتاب میگه که حتی شما اگه قهرمان المپیک باشید، موریانه ناامیدی میتونه انقدر توی وجودتون لونه بسازه که برید برای خودتون قبر بخرید، شب برید روی قبر خالی خودتون گریه کنید، کاری که تو این کتاب قهرمان ما کرده.
و بعد ازش گذر کنید. تو کتاب خون شدنش یه نکته جالب دیگه هم تو کتاب بود، شما اشاره نکردین در مورد برادران خادم. میگفتم این برادران خادم رو میدیدم آدم حسابی با شخصیت، خوب مصاحبه میکنن، مثلا بددهنی ندارن اصلا. بعد گفتم من باید بشم مثل اینا تو اردو تیم ملی. این تفکر به نظر من خیلی ارزشمنده. و میگفت رفتم انقلاب و دیگه از لوئیس بورخس و همینگوی یا هر چی کتاب که فکر میکردم اسمش قلم سلم بس خریدم و تو اردو شروع میکردم فقط اینا رو خوندن که بتونم سوادم و دانشم و حرف زدنم مثل اینا بکنم. و واقعا من اینو حالا علیرضا حیدری کشتیگیر رو ندیده بودم، ولی واقعا یه آدم به نظر من یه آدم در نوع خودش آدم کامله. علیرضا حیدری امروز از نظر رفتاری، شعوری و خیلی پخته شده، خیلی و حالا همه کتابو تعریف نکنیم، ولی واقعا توصیه میکنم اگه کسی علاقه‌منده که زندگی قهرمان رو بخونه و بعد ببینه که هر کدوم از ما توی برش از زندگیمون قهرمان دنیا خودمونیم. ممکنه که کورتانیدزه ما شکلش فرق کنه، اسمش فرق کنه، ولی رنجای زندگی شبیه همه. کتاب خیلی خوبیه، من به خیلی از افراد اینو هدیه دادم و همیشه یکی از جایی که خودم رو مدیون نشر شما، شخص شما میدونم این کتابه، خیلی دوستش دارم و بارها در موردش نوشتم، هرچند حرف بزنم خسته نمیشم. اما بریم سراغ بحث شیرین فوتبال. 2 کتاب تو خداداد عزیزی هستی و رازهای دوبلین به صورت ویژه رو هم نشر شما در واقع منتشر کرده. ما منتظر آقای رستمزاده بودیم، به نظر حالا ایشون چون مشهد باید می اومدن مشکل پرواز پیدا کردن و نرسیدن. اما الان در مورد فوتبال من خودم یه جوری دیگه نگاه میکنم، چون تمام این قصه ها رو دیدم. خداداد عزیزی رو خیلی ها با گلش به استرالیا بیاد میارن، ولی من یادم یه پسر چشم بادومی با کله تراشیده مدل سربازی برای تیم ملی امید بازی میکرد و 18 سالش بود. اولین باری که دیدمش گل زد به گرمیو برزیل، 2-0 بازی رو بردیم، یه فرار کرد و گل زد. این اولین باری که من اسمو شنیدم، یه صحنه ازش دیدم، شاید سال 70 بوده، شاید 70 بوده، حالا 76 میشه دیگه، ما استرالیاست. و خداداد عزیزی که الان میبینیمش در تلویزیون مجریه، کارشناسه، بعضی اوقات بزلگو با مزه است، بعضی اوقات صحبت غیر قابل پخش میکنه. این کتاب تو خداداد عزیزی هستی اگه بخواید برای ما معرفیش کنید چه جوری معرفیش میکنید؟ کتاب تو خداداد عزیزی هستی به قلم آقای رستمزاده مصاحبه آنچنان مستقیم با خود خداداد نداره. یک سری اطلاعات و منابع و یک سری صحبت‌های حالا شاید بتونم بگم سطحی با خداداد عزیزی داره. چون ما وقتی با آقای حیدری صحبت می‌کردیم به عمق روح ایشون نفوذ می‌کردیم، یعنی این راه شما باش نشست و برخاست کردید، سفر رفتید. دقیقاً باز بود، این مسیر رو برامون باز گذاشت، ولی برای خداداد اینجوری نیست. اما یه سری اطلاعاتی در اختیار شما میذاره که توی اینترنت نیست، خود خداداد در موردشون حرف نمیزنه و ما اطلاع نداریم در موردش. و اون مثلا مسیری که طی کرده تا بشه خداداد عزیزی، شرایطی که داشته، و من باز تکرار میکنم ورزشکار رفیع شدن سخته و تو ایران بسیار سخت‌تره، چون واقعا ما تو سطح پایین امکاناتی نداریم، واقعا سخته. و حالا تو بزرگسالی، حتی تو بزرگسالی به عنوان مجری به قول شما میکنه یه حرفایی بزنه به مذاق خیلی خوش نیاد یا غیر قابل پخش باشه. ولی خداداد عزیزی حالا تو این کتاب بتونیم به عنوان منبع در نظر بگیریم، مثلا توی مشهد یا حالا اون منطقه به 500-600 نفر حقوق میده به واسطه کسب و کاری که داره. خب تو این وضع اوضاع واقعا کار ارزشمندیه به نظر درسته. من. میشه یه خود قضاوت‌هامون متعادل‌تر باشه. من آقای عزیزی رو نمیشناسم، شخصیتش رو دقیقاً چجوریه و نمیدونم به قولی اسرار زندگیشو، حالا شخصیت خاصی داره، واقعا چجور آدمیاره من اطلاع ندارم. ولی این کتاب میتونه منبعی باشه که شما بتونید حداقل قضاوت عادلانه‌ای بکنید و به خاطر حالا شاید یه سری، حالا نه آقای عزیزی، هر ملی پوش دیگه تو هر رشته دیگه یه مقدار عادلانه‌تر قضاوتشون بکنیم و یه جایی شاید حق رو بهشون بدیم. در افکار عمومی خداداد عزیزی همون غزال تیزپای آسیاست. چقدر به عنوان یه رسانه‌ای، کسی که اهل کتابه، نقش جواد خیابانی رو در همه‌گیر شدن این لقب یا در دیده شدنش موثر میدونی؟ اگه بخوای منصفانه بگی.
منصفانه بگم تاثیر آقای عزیزی روی آقای خیابانی بیشتر بوده تا آقای خیابانی، چون هر کسی اگه اون صحنه رو گزارش میکرد قطعا یه چیز جذابی میگفت و صحنه ای که ما از اون لحظه یادمونه شبیه انفجار دیگه. توپ از روی پای مارک پوستوش عبور کرد و ما دیگه چی یادمون نمیاد. و یه نکته هم اینو اضافه بکنم، خداداد عزیزی با اون تکلش قضاوت میشه و میگن که اگه اون گل رو نمیزد کسی یادش نبود و اینا. مثلا حرف درستی هم نیست، اینم باید اشاره بکنیم. توی کتاب 11 گل ملی داره اگه اشتباه نکنم، ولی بازیکن سال آسیا شده، افتخاری که ما سالهاست به دستش نیاوردیم. فکر می‌کنم نقش آقای عزیزی در پررنگ شدن آقای خیابانی بیشتر بوده تا توی کتاب. من یه بار یادداشت نوشتم که خداداد عزیزی قند فریمانی که تلخ شد. خب اول شیرین با مزه، بازیگوش و جذاب بود، ولی رفته رفته با همه دعوا کرد. با آقای جلالی، با آقای شاروخی در ایران، با بلاژویچ، با طالبی دعوا کرد، رفت با برنشوستر دعوا کرد، رفت MLS دعوا کرد، برگشت ایران دعوا کرد، با همه دعوا کرد. خب چقدر توی این کتاب به این مسائل اشاره شده؟ یعنی نمیتونیم بگیم تقصیر همه مربی‌ها بوده. درست. چقدر توی این کتاب در این مورد موشکافی شده؟ من همش یاد کتاب درک شکوه یوردی پونتی در مورد مسی میافتم. چقدر این در مورد نزدیکه، یا میشه بهش گفت که کتابیه که روزنامه نگاری نیست، روایت دور نیست؟ درست. چون میدونم تحصیلش کردی کتابو دیگه. آره، من همین میخوام بگم. دو تا یه نکته جالب از تو قلم آقای رستم زاده که تمام اینها رو اشاره میکنه تو این کتاب، تمام این جنجال ها و اینا. خداداد عزیز کلا شبیه یه آدمی میمونه که مثلا همین بزرگراه صدر رو داره مخالف میره، بعد به همه فوش میده، دارن برعکس میان. یه همچین کاراکتری داره که در دنیای فوتبال هم زیادن. بله. نمونهشو تا دلتون بخواد داریم و بین نمیشه خورده گرفت. تیپ کاراکتر دیگه. محمد علی حالا خودش خوشش نمیاد خود بهش بگیم کلی، ولی من میگم که شاید دوستان چیزی کنن، اون دیگه نمونه بارزشون بود دیگه، با دنیا مخالف بود، حالا چه برسه به آدما. تو این کتاب شاید اگر بخونید از بعضی وقایع حق رو بدید به خداداد و توی رازهای دوبلین حق رو، یعنی خداداد رو مقصر جلوه داده. من این حس رو دریافت کردم از تفاوت روایت دو تا کتاب. خب زاویه دیدش هم میتونه متفاوت باشه. این برای این ارزش قائلم، یعنی آقای رستم زاده نیومده طرف خداداد که حالا هم شهریشه، قطعا بهش علاقه داره که کتابش کار کرده. این کار زاویه دید متفاوته، هر دو تا کتاب زاویه دیدش متفاوته و توی ورزش حرفه‌ای این داستانا هست دیگه. حالا باید ببینیم به اون پختگی که میرسه اون شخصیت. مثلا باز زلاتان رو مثال بزنم، دقیقاً همچین آدمی اصلا یه غیر قابل کنترل بود. درسته. و مثلا ماریو بالوتلی که در نهایت هم اصلاح نشد، مورینیو یه کلمه براش ابداع کرد، تو اصلاح ناپذیر. اصلاح ناپذیر. حالا اون مسیری که طی میکنن اون دوران بازی چیز همیشه غیر عادی نیست. هر بازیکن شخصیت داره، ممکنه پرخاشگر باشه، ممکنه سربزیر باشه مثل مسی، ولی اینکه حالا در نهایت بشه پختگی میرسه، بشه رفتاری مثل این، نظرم مهمتره. یه سوال اگه برگردم عقب‌تر، ممکنه یه بیننده کسی که اینجا هست بگه که چرا فکر کردی توی ایران به این بزرگی خداداد عزیزی اینقدر مهم است که شما مثلا کتاب 200 صفحه‌ای در موردش بنویسید؟ چرا خداداد عزیزی؟ خداداد عزیزی ما چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد از شخصیتش، چه از فوتبال خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد، اونقدر مهم هست که هم در موردش کتاب نوشته شه، که هم در موردش مستند ساخته شه، که اصلا چه هم در موردش سینمایی ساخته شه. خداداد عزیزی آدمیه که به قول اون مجری معروف کره زمین در اون لحظه سبک شد، چون 60 میلیون ایرانی همزمان به هوا پریدن. این روایتیه که فکر نکنم یک کشوری مثل انگلستان و آمریکا به این راحتی ازش بگذره، که ما به این راحتی ازش گذشتیم. بعد 30 سال یک کتاب در اومده که ای کاش خودش روایت میکرد خداداد عزیزی. قطعا این آدم‌های مهمی هستن، آدم‌های تاثیرگذاری توی جامعه هستن. نمیگم الگوها، هیچ لزومی نداره آدم این شخصیت‌ها شما الگو قرار بدید، حالا چه به عنوان نوجوان چه به عنوان آدم بزرگ، ولی روایت‌ها جذابن، تاریخ جامعه شناسی و خوندنش خالی از لطف نیست به هیچ وجه. خب
دو سه پاراگراف از یه صفحه‌شو که دوست داری برامون میخونی؟ والا زیاد چیز ندارم روی این، تسلط ندارم، چون یک بار یا دو بار کتابو چیز ایرادی کردم. نداره، یه بخشیش رو برای خواننده بیننده‌ای که اینجاست یا برنامه ما رو میبینه. منم یه صفحه از کتاب آقای حیدری رو میخونم، یه 2 پاراگراف. این مال بعد بازنشستگیش. بعد بازنشستگی. با همه بیپولی ها بعد از بازنشستگی، در اوایل سالهای مربیگریت تمام تلاشت را کردی تا نسل جدید از بازیکنان برای خراسان به یادگار بگذاری. تو در ابومسلم و آخرین بازی آن فصل مقابل راهن، تیم سابقت که رهبریش را میثاقیان بر عهده گرفته بود، چند بازیکن جوان به نامهای مصطفی شهرکی، وحید و احسان عسکری، علی حقدوست، محمد رضا خرسندنیا، رضا ناصحی و داوود دانشدوست را بدون ترس در ترکیب تیمت قرار دادی. در ابومسلم نشان دادی بر خرید بازیکنان خارجی به دلیل بازی در لیگ‌های مختلف و تمرین با سرمربی‌های بزرگ و بازیکنان خارجی تبحر خاصی داره. این مثلا یه نکته‌ایه که حتی بعد از دوران بازیش بیپول بوده و حقی به گردن چند تا جوون داره که اونا رو آره، مثل ناصحی اینا که در بالاترین سطح اومدن بازی کردن. منم یه بخشی از کتاب دست نیافتنی رو بخونم. میگه که کشتی در وقت قانونی مساوی شد و به کمر در کمر رسید. اون موقع تو کشتی وقتی مساوی میشد، 2 کشتیگیر روبروی هم وامیستادن، کمر همو میگرفتن و هر کسی دستش باز میشد فرار میکرد از فن، یه امتیاز به حریف میدادن. یه دوره خیلی بدی بود. خودش میگفت کلا شانس این قانونه برای این قانون رو گذاشت که من 2 تا طلای المپیک نگیرم. جزء مبتذل ترین قوانین تاریخ کشتیه. ادعای حیدری و یک کشتیگیر دیگه این بود که اصلا کلا اینو گذاشتن که ایرانی‌ها نتونن. آره، ایرانی‌ها هیچ وقت توش خوب نبودن. نمیدونستی مثلا همچین چیزی کار کرده چون بودن. تو فرنگی بود بیشتر. بله. دست‌های خالقی‌فر خوب بود و نمیتوانستم کاری کنم تا یک لحظه دیدم که فضای دست مخالفم یعنی چپ باز است و میتوانم فنی بزنم. نمیدانم چرا پایش آنجا عقب بود و یک سالتو خورد. خودم هم باورم نمیشد. فن پرخطری را زدم. اگر پایش را درست جاگذاری کرده بود 2 امتیاز میدادم و علیرضا حیدری دیگر رنگ تشک را نمیدید. باز هم جهت مردم عوض شد و مرا تشویق کردند، اما دیگر با بغض کشتی میگرفتم. دلم گرفته بود. فقط میخواستم این زمان لعنتی تمام شود. چشمانم پر بود ولی اشک نمیریختم. خالقی‌فر باخت. بدون اینکه لحظه ای سرم را بالا بگیرم و به تماشاچی‌ها نگاه کنم، بدون اینکه دستی تکان دهم یا خوشحالی کنم، پایین رفتم. نه، من قرار نبود مثل آن گاو زبان بسته کم بیاورم. من مثل مادرم بودم. هرچند آن روز نمیدانستم در گاوبازی اگر ماتادورها از پس گاو هم برنیایند و شکست بخورند، باز حیوان بعد از مسابقه کشته خواهد شد. این روایت یه برشی بود از کتاب دست نیافتنی آقای حیدری و آخرین بخش کتاب رازهای دوبلین. تیم ملی ایران در افکار عمومی در جام جهانی 1998 اومد توی دل مردم و جام جهانی 2002 مقدماتیش ما بلاژویچ رو آوردیم، یک مربی با کلاس که توی جام جهانی 98 با کرواسی 3 جهان شده بود و برانکو هم به عنوان دستیارش اومد. اون وقت فصلی بود که تیم ملی ستاره‌های جدیدتری رو آورد، مثلا احمد رضا عابدزاده کنار رفت و خیلی از بازیکن‌های جدید اومدن و بسیار عصر پرحاشیه‌ای بود. تیم ملی در نهایت صعود نکرد. بازی آخرش پلی آف در دوبلین به ایرلند، اونجا 2-0 باختیم. در تهران 1-0 بردیم. یحیی گل محمدی، منم اونجا بودم، 1-0 بازی رو بردیم ولی حذف شدیم. این کتاب به نوعی پشت پرده ماجراهایی هست که بلاژویچ، تیم ملی و مردم ایران در مورد اون مسابقات تجربه کردند. آقای رستمزاده مجدد نوشته. آقای رستمزاده از روزنامه‌نگاران فوتبالی قدیمی هستند که این کتاب رو تازه به نمایشگاه رسوندن و شما منتشر کردید. چرا سراغ این کتاب رو رفتید و اصلا چه انگیزه‌ای داشتید جز اینکه عنوانش خیلی جذابه؟ ایده‌اش رو آقای رستمزاده با توجه به منابعی که در اختیار داشت با من مطرح کرد. خیلی ضعیفه. ایده‌اش رو آقای رستمزاده با توجه به منابعی که داشت با من مطرح کرد و منم استقبال کردم. گفتم
حتما کار بکنه کتابو. و بعد از اینکه جا داره اعتراف کنم به نسبت کتاب عزیزی وقتی کتابو فرستاد من اصلا انتظار نداشتم همچین کیفیتی داشته باشه. روایت خیلی جذابی بود و مقطع خیلی مهمیه. بلاژویچ فکر کنم اگه بدون اغراق بزرگترین مربیه که فدراسیون ما در طول تاریخ ورزشمون به خدمت گرفته. سوم جام جهانی ما هرگز نداشتیم یعنی بعد یادم نمیاد. فکر می‌کنم بهترین مربی باشه که ما به خدمت گرفتیم و تیم ملی خوبی هم داشتیم. یعنی اون مهره ها رو هم ما تو هیچ مقطعی انقدر مهره با کیفیت نداشتیم و البته این همه جنگ و دعوا بکش تو هیچ مقطعی نداشتیم. بلاژویچ نکته جالبی که توی کتاب بهش اشاره شده، کتاب هم همش منابعش موثقه، یعنی خودش آقای وسامزاده چیزی ننوشته، واقعا عاشق ایران بود و اصلا علاقش به ایران و ایرانی باعث شده بود بیاد ایران کار بکنه از گذشته و اینکه نتونست با تیم ملی ما صعود بکنه چنان افسردش کرد که دیگه بعدش به اون صورت مربیگری تو سطح بالا نتونست انجام بده. خیلی مرد جالبیه، تو این کتاب بهش زیاد پرداخته شده. یکی از جذابیتاش هم وجود آقای چلنگر بود کنارش. آقای چلنگر همکاری کامل داشته با آقای رستمزاده و یه سری جاها رو اصلاح کرده، یه سری جاها رو تعریف کرده، از یه سری درگیری‌هایی که هیچ کس ندیده تو این کتاب صحبت شده و آقای چلنگر هم واقعا کیس جذابی برای کتاب میتونه باشه، چون واقعا یه صندوقچه اسراری از اون دوران کروات‌ها و بلوک شرق تو ایران. یکی از چهرهایی که الان هم در فوتبال ایران پر سر صدا هست و خب حتما کسایی که اینجا نشستن اسمشو شنیدن، آقای هاشمی نسب هست. به آقای بلاژویچ میگفت پیرمرد سیاه باز. اینجا از اون جدل‌هاش چیزی هست؟ بله، با تقریبا تمام جدل‌های تیم ملی توش هست. مهدی هاشمی نسب هست، پیروانی هست، علی دایی، خداداد عزیزی مخصوصا و الان حضور ذهن، چون یک بار سری خوندم کتابو که بخوام تعریف کنم حضور ذهن اونجوری ندارم، ولی تمام داستانا هست و اصلا همون به دیدار ایرلند رسیدن هم برای ما با بدشانسی جلوی ایرلند حذف شدیم. یعنی واقعا اگه میرفتیم بالا اون تیم صعود میکرد معجزه بود با اون وضعیت بحرانی و جنجال. هم دعوا داشتن تو تیم دیگه، یه همچین سیستمی بود و بازیکنام فکر کنم لغت خوبی استفاده کنم، شخصیت محکم و قوی توی تیم زیاد بود که امروز هم همشون همون جوری هستن. شخصیت مستقل و محکم و قوی، خوب و بد نمیگم و این شخصیت ها کنار هم خود کنترلشون از دست بلاژویچ خارج شد فکر میکنم. آخه بلاژویچ توی اون تیم 1998 هم ستاره کم نداشت، یعنی تیمی بود که اندازه کافی ستاره بزرگ تراز اول جهان رو داشت. به نظر من توی این کتاب یا توی اون دوره‌ای که من دونه دونه تیتر روزنامه هاشم یادم است، بخشی از اون اخلاق ایرانی ما توش خیلی نمود داره که اصولا این روحیه همکاریمون با هم خیلی سخته، این منم ما خیلی بزرگه و تو این کتاب هم هست که بازیکن تیم ملی فقط به خاطر اینکه پیراهن شماره‌ای که دوست داره بهش نمیدن پیراهن تیم ملی رو پرت میکنه و اردو رو ترک میکنه و خب الان هم به عنوان پیشکسوت اسمش نبرید لطفا، الان به عنوان یکی از پیشکسوتان ارزشمند میاد تلویزیون و در مورد اخلاق ورزشکاران و اینکه فوتبالیست‌ها باید چه کاری بکنن و چه نکنن توصیه میکنه. یعنی به نظر من بخشی از اون حاشیه‌های این تیم پر ستاره برمیگرده به شاید رفتارهای ما و اینکه بلاژویچ انتظارش از بازیکن حرفه‌ای نداشت. شاید من اینجوری تصور میکنم. دقیقاً فرمایشتون درسته، یه همچین انتظاری از بازیکن حرفه‌ای نداشت و بازیکن‌های اون دوره یه روی سکن. روی دومش این بود که بلاژویچ تو شرایط جوی اون دوران ایران، حالا به هر دلیلی، با همه چی به قول خودش میگه واقعا عجیبه کار کردن تو ایران. تو کتاب هست این جمله، من با همه چی باید بجنگم، حتی با رئیس جمهور و یعنی با وزارت ورزش. حالا اون موقع فکر کنم فقط فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش بوده، فدراسیون فوتبال چیز نبوده. با مسئولا باید صحبت بکنم. آقا کجای دنیا من باید با رئیس جمهور صحبت بکنم در مورد تیم ملی، با وزیر صحبت کنم راجع به تیم ملی، همشون هم نظر بدن، همشون انتظار داشتن که نظراتشون اعمال بشه. یه همچین مشکلاتی بود اون موقع. فضا خیلی غیر حرفه‌ای‌تر از انتظارات بلاژویچ بود، در صورتی که روی کاغذ ترکیب بلاژویچ و برانکو ترکیب رویایی شاید بود برای ما. دو تا آدم قدر توی حوزه فوتبال که برانکو خب بعدها بارها خودش ثابت کرد برای ما و
یکی از حسرت‌هاست دیگه، دوران حسرت واقعا آمیز حسرت فوتبال ماست که با اون مربی نتونستیم بریم تو جام جهانی که تو آسیا بود، 2002 بود دیگه. بله. و شاید میتونستیم خوب خوش بدرخشیم تو اون جام جهانی. من یه نکته بگم، من دانشجو بودم، بازی آخر رفتم ورزشگاه آزادی، بعد ما 1-0 باختیم. از دقیقه 50-60 تماشاگرها شروع کردن به شعار دادن علی بلاژویچ، روزنامه آتیش می‌زدن و خیلی فضا متشنج شد. بعد بازی تموم شد، خب ما در مجموع 2-1 باختیم، جام جهانی کره ژاپن از دست دادیم. من طبقه دوم بودم، اومدم برم بیرون، این جمعیتی که داشت میرفت، فکر کنم آبان ماه هم بود. ببین آقای سفری، مثل یک خیل عزادارانی که بخوان مثلا یک تشییع جنازه برن ولی کسی شیون نمی‌کرد، تا چشم کار میکرد آدم‌ها سرشون رو پایین انداخته بودن، سیگار میکشتن و راه میرفتن. و اون لحظه به خودم گفتم یعنی خدا میشه ما مثلا بریم جام جهانی و ببینمش؟ بعد از اون خیلی تلاطم ما شخصا توی جامعه همه چی دیدیم دیگه بعد از اون، و این اتفاق نشون میده که فوتبال این اتفاقات درسته که نقطه عطف میشه اما میگذره. اون نکته هم که میگی، بلاژویچ بعد از اون بازی اومد تلویزیون و 2 جمله گفت که من هنوز یادمه، سال 80. یکی گفت مردم ایران عاشق فوتبالن، مثل مادری که بچهش رو انقدر دوست داره که به خودش فشار میده و باعث میشه بچهش بمیره، و شما با فوتبال این کارو میکنی در تمام سطوح. و 2 این که گفت برای کار کردن در فوتبال ایران شما باید پوستی از کرگدن داشته باشید که من در ایران اینو نداشتم. ممنونم برای توضیحاتی که در مورد هر 3 کتاب فرمودید، دست شما در نکنه. فکر کنم به رسم حرفه‌ای نشستا وقت رو باید در اختیار دوستان بذاریم. اگر کسی سوالی داره، نظری داره در مورد برنامه کتاب یا اصلا ژانر مستندنگاری ورزشی، ما میشنویم و اگر سوادی داشته باشیم پاسخ میدیم. در خدمتتونم. ویژگی جایزه جلاشه که من داورش نیستم، والا نمیدونم. کلا از نظر داورها و از نظر خود بنده مستندنگاری براشون جذابه و مستندنگاری ورزشی براشون جذابتره. ما حتی کتاب حیدری هم فینالیست جایزه جلال شد و تو فینال جایزه نگرفت. روایت جذاب و ارزشمندی به نظر ادبی داره، سخته دانای کل نوشتن. شما فرمودید مشابه این سبک نوشتن؟ بله، چون این کتاب بالا سبکش اینجوریه که نویسنده آقای رستم زاده همش در مورد خداداد از اینجوری میگه تو وقتی که به پاس رفتی، تو وقتی که پیراهن تیم ملی را به تن کردی، تو اون روزی که اینجوریه کل روایتش. این سبک رو فرمودید که اصلا یه سبک توی اگر اشتباه نکنم اولین بار دیوید پیس انگلیسی که اون هم 2 کتاب ادبیات ورزشی داره، یونایتد نفرین شده و قرمز باشه یا بمیر. یونایتد نفرین شده رو دکتر سعد ترجمه کرد و علی امیری بود. علی امیری فرام قرمز باشه یا بمیر رو برای ما ترجمه کرد که ما چاپ کرد. 2 کتاب ماشاءالله تشکیل صفحه‌ای هم هستن جفتشون. این نحوه روایتش در ادبیات انگلیسی به این صورت آقای دیوید پیس و دکتر سعد هم خدا بیامرز کتاب تو در قاهره خواهی مرد رو با الگو برداری از دیوید پیس به این شکل روایت کرده. آقای رستم زاده با الگو برداری از دکتر سعد به این صورت روایت کرده و حالا البته کتابم تقدیم کرده به استاد صدر و اشاره کرده تو مقدمه که من به اون صورت روایت کردم و ظاهرا برای داورها جذاب بوده دیگه نحوه روایت. آها چرا میگن؟ من تو جریان چیزشون نبودم، جریان رابطه آقای رستم زاده و خداداد نبودم. کتابم که برای من 2 سال پیش فرستاد نسخه اولیه‌شو، اولین حرفی که زدم گفتم کاش کامل با خودشون صحبت می‌کردید و روایت از زمان خودشون بود و یه سری جزئیات و تفکرات. من همیشه میگم جذابیت مستندنگاری یا پورتره، حالا چه شخصیت سیاسی باشه، چه ورزشی، چه هنری، حتی اینه که شما به گوشه‌های تاریک ذهنش سر بزنید و بتونید اونا رو روایت بکنید. این ضعف کتاب هستش و فکر می‌کنم آقای عزیزی مثلا شاید همکاری نکرده. اینجوری به من گفت حالا علاقه نداشت که بیاد بشینه کامل در مورد زندگی صحبت بکنه، ولی رضایت داده که همچین چیزی براشون نوشته بشه. اصولا ستاره ها در ایران یه مقاومتی دارن در ورزش، شاید آگاه نیستن که این کتاب به اندازه یک گل ملی، به اندازه یک جام براشون در ادامه دیده شدنشون بهشون کمک میکنه.
شاید ما نتونستیم این کار رو در ذهنشون این جرقه رو ایجاد کنیم که کتاب میشه امتداد شما، کتاب برای شما یک ارزش افزوده میاره و اندکی مقاومت دارن. بخشیش هم برمیگرده به یک جور رودربایسی که ما در فرهنگ ایرانی داریم. چرا؟ چون شما باید از دیگران اسم ببری و وقتی که در رقابت‌های ورزشی معمولا در رختکن، در زمین، در رسانه‌ها این بازیکن‌ها با هم دیگه تنشایی دارن و وقتی بخواید در مورد اون تنشه اون اتفاق حرف بزنی باعث گله‌مندی‌ها میشه و ما مثلا تو فرهنگ ایرانی میگیم خب گذشت دیگه، بهش برنگرد، حوصله دردسرش رو خیلی اوقات ندارن. ولی در مورد این کتاب خاص میتونیم از آقای رستم زاده این رو بپرسیم، چون هر دو مشهدی هستن، از روزهای اول با هم بودن، به نظر میرسه ارتباط خوبی داشتن، ولی نویسنده تصمیم گرفته که اینجوری روایت کنه. خواهش میکنم. No comment. متشکرم. دست همه شما در نکنه که اینجا نشستید، بعضیاتون استراحت کردید و بعضیاتون که همراه ما بودید. ایشالله که لذت ببرید از نمایشگاه، از کتابایی که میبینید یا میخرید. برای همه شما، برای مردم ایران روزای خوبی رو آرزو میکنم. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.